قسم خورده بود که گفته بود به پروردگار که ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین. از اینکه تو مرا گمراه کردی من برای آنها در زمین زینت میتیم، یعنی باطل ها رو زینت میدهم و این چونین همه آنها رو گمراه میکنم به جز بنده های مخلصت. و ببینید که امروز سبحان الله همین زمان رو میبینید یک دخترک زیب و زینت خود را برای کوچه خیلی برای خود یک چیزی فخر و خوشروگی میبینه. شما سراینده ها رو ببینید، شما آنهایی که بر علا حرام میخورند و حرام مینوشیند ببینید، با فخر و با تکبر در کوچه ها میگردند، در بین مردم صحبت میکنند و از آن بعضی ها از آن حرام های خود حتی به مردم تعریف میکنند. شاید ذره از خیال آنها نگذرد که این کاری که میکنند خیلی بد است، خیلی بد است. یا مثلا آنهایی که سبحان الله امروز بعضی ها هستند که حرام های پروردگار رو مانند زنا باشد، مانند چه خیلی گفتن فائز خوری باشد، مانند حق مردم خوردن باشد، با فخر و تکبر به دیگران نقل میکنند. یا مثلا زیب و زینت دادن خانه ها، یا عجب زمان شد حاضر در دستمون تلفن است، اگر پیشتر مردم خوردن و پوشیدن خود را به دیگران گفتن را عیب میدانستند که دل کسی را مبادا نشکنم، امروز همه بر رکلام میمونند، به استاتوس نمینم، به فرستادن و چیزی دیگر پروا هم نمیکنند. توی ها رو ببینید، مردم تویشان در دیوارهای پوشیده بود که اینقدر مردم از داخل عائله ما با خبر نشوند. الان باشد همه چیز رو آشکارا به همه گفتن، زندگی خود را به همچون بازار به مردم کشادن را مردم یک چیزی خوب میدونن. یعنی نمیدونم با این چیز چگونه انسان میتواند بفخرد که به همین دام اکثریت افتیدن. یعنی چیزی که گناه هست آن را زیب و زینت دانستن، چیزی که ضرر هست آن را خرسندی دانستن. من به فرزندانم که کوچک هستن 15 ساله 16 ساله زیاد درباره سیگار میگم ببینید که یک زهر است، چقدر ضرر دارد و چقدر پول صرف میکنند، فخر کرده در بین مردم از آن دود میکنند و استفاده میکنند. آخر کاری که تو کرده ایستاده بر ضرر خودت است، گناه هست، از کجای آن میفخری؟ یا لباس های تنگ پوشیده میرقصیده زنها، یا گفتیم به هزار و یک گناه آلوده شدن مردها که آن را با فخر نشان دادن، عیناً همان به دام شیطان افتیدن است که